درود بر شما دوستان عزیز، امیدوارم که شاد و سرحال باشید. با کارگاه تحلیل فصل دوم از علوم و فنون ادبی 3 در خدمت شما هستیم. سوال اول میگه نمونه های زیر به صورتی که بین دو هلال تختی شدن با کدام اختیار شاعری مطابقت دارن؟ وقتی ما به صورت معمولی بنویسیم میفهمیم که کجاش الان اختیار داره. خب نه وا یه که حالا اینجا هم دقیقا خودشم میذارم کوتاهه ولی بلند کشیده، پس این تغییر کمیت مثبت هاست، یعنی بلند تلفظ کردن هجای کوتاه. آرزوی خوب آ ر زو یه کوتاهه اینجا ولی بلند نوشته، پس دقیقا شبیه همونه، یعنی تغییر کمیت مثبت ها، بلند تلفظ کردن هجای کوتاه. دل پاک رو ببینیم، د ل کوتاهه ولی بلند نوشته، تغییر کمیت مثبت ها، بلند تلفظ کردن هجای کوتاه. بازی دهر با ز ی ده رو، این بازیه رو نگاه کن، با زیه، میگفتم بازیه، پس بازی بوده یعنی بلند بوده در هجای دوم، بازی. کوتاه تلفظ کرده، تغییر کمیت مثبت ها، کوتاه تلفظ کردن یک هجای بلند. در صفحه بعدم اینا رو برای شما نوشتم. خطا اینجا مونده. سوال دوم میگه پس از تخطی هجایی ابیات زیر هجاهای معادل در دو مصرع یک بیت رو مقایسه کنید. اگر اختلافی هست نوع اختیار شاعری رو هم تعیین کنید. راستی آموز بسی جو فروش هست در این شهر که گندم نماست. پروین اعتصامی. خب بخش به بخش. راستی که میشه راس و تی یا، یه دونه اینجا کم نوشتیم، راس و تی یا، مو زو بسی جو فو روش، هست تو درین شهر رو که گندم نه ماست. و همه رو نگاه بندازیم زیر هم درستن به غیر از اینجا، یعنی در هجای سوم ما اختلاف داریم. بالایی بلند، پایینی کوتاهه. ما یاد گرفته بودیم در تغییر کمیت مثبت ها که به ای یا او ختم میشن، اون بلندها رو میتونیم تبدیل بکنیم به کوتاه. کوتاه تلفظ کردن مثبت بلند در پایان مصرع‌ها، یعنی ما میتونیم الان این بلند رو تبدیلش بکنیم به کوتاه و خیلی راحت. وزن نمونم که میشه مفتعلون مفتعلون فاعلون. بیت بعدی. نبینی باغبان چون گل بکارد، چه مایه غم خورد، کجا رفتی تا گل برآرد. نبینی باغبان که نونش هم خط میخوره، چون گل بکارد، چه مایه غم خورد تا گل برآرد. حذف همزه. زیر هم که بنویسیم مشکلمون فقط تو این اولش خودش رو نمایان میکنه. در هجای سوم ما مشکل داریم. حالا نبینی نیه بلنده باید کوتاه شه یا چه مایه کوتاهه باید بلند شه؟ ما در تغییر کمیت مثبت ها دیده بودیم در کلمات چند هجایی که آخرشون کوتاهه، مثل نامه که آخرش کوتاهه، میتونیم کوتاه رو تبدیلش بکنیم به بلند. پس تغییر کمیت مثبت ها داریم، بلند تلفظ کردن یک
هجای یک مثبت کوتاه و وزن اونم که مفاعیلون مفاعیلون فعولون. غمش در نهانخانه دل نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند. محمل یعنی کجاوه. غمش در نهانخانه دل نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند. خب همه یه جورن به غیر از اینجایی که ما میبینیم در هجای میشه 1 2 3 4 5 6 7 8م ما اختلافی داریم. کوتاه بلند بشه یا بلنده کوتاه بشه. خب ببینیم به محمل ما چیزی نداشتیم که مثلا محمل اولش بخواد بلنده کوتاه بشه. اینجا چی؟ نهانخانه، خانه، کلمات چند هجایی که آخرشون کوتاه میتونه تبدیل بشه به بلند. پس بلند تلفظ کردن یک مثبت کوتاه، یک هجای کوتاه در تغییر کمیت مثبت ها. فعولن 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 وزن این بیت بود. میگه گر از این منزل ویران به سوی خانه روم، دگر آنجا که روم عاقل و فرزانه روم. شعر از حضرت حافظ است. گر از این من، خب همینجا که حذف همزه 2 بار مشخصه. گر زین 2 تا حذف همزه. گر از این منزل ویران به سوی خانه روم، دگر آنجا که روم عاقل و فرزانه روم. اینجا هم که حذف همزه داشتیم. نونایی هم که بعد مثبت بلند میان خط میخورن دیگه. دگر آنجا هم باز حذف همزه داشت و همشون یه جورن، فقط ما حذف همزه دیدیم دیگه در این بالا تو رکن اول مصرع اول و در هجای سوم مصرع اول و مصرع دوم 3 تا حذف همزه دیدیم. فعلاتون 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 فعلون. من و تو غافلیم و ماه و خورشید، بر این گردون گردان نیست غافل. شعر از منوچهری است. من و تو غافلیم و ماه و خورشید، بر این گردون گردان نیست و غافل. زیر هم می نویسیم. 2 تا جا مشکل داریم، در واقع 3 تا جا مشکل داریم. اولش که تو هجای دوم ما یه داستان داریم. رین بلنده ولی نو کوتاهه. کدومش تغییر بکنه؟ کلمات چند هجایی نو که به کوتاه ختم میشن، کوتاه رو میتونیم بلندش کنیم. بعدش هم مشکل داریم. تو کوتاهه ولی گر بلنده. در تغییر کمیت مثبت ها ما کلمات تک هجاییمون هم که کوتاه بودن مثل تو، مثل ب، مثل که، میتونستیم بلندشون کنیم. پس فعلا 2 تا تغییر کمیت مثبت ها، بلند تلفظ کردن هجای کوتاه داشتیم. مشکل بعدیمون اینجاست. مو کوتاهه ولی پایینیش بلنده. میگه من و تو غافلیم و شکلش تو ذهنت بیاد. شعر رو نگاه کن. غافلیم و واو عطف و واو ربط اگر داشته باشیم، اون هجایی که کوتاهه مو یا هو میتونن تبدیل بشن به بلند. در تغییر کمیت مثبت ها ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. و اینکه حتی در هجای دوم مصرع دوم هم ما حذف همزه داریم. برین حذف همزه داشت. سه میگه در ابیات زیر آرایه‌های لف و نشر تضاد تناقض رو مشخص کنیم. الف میگه گر ندیدی قبض و انقباض، بست عشق را انبساط، عشق را در یک بساط، گریه مینا نگر،
خندیدن ساغر. ببین خب تضاد بین واژه‌های قبض و بسط کاملا مشخص بود، گریه و خندیدن همینطور. و سوال 4 رو، سوال 4 که نه، همین سوال 3 قسمت ب رو با هم دیگه ببینیم. بریم بیت بعدی رو بخونیم. ب: دو کس دشمن ملک و دینند، پادشاه بی حلم، حلم معنی صبر و بردباری، پادشاه بی صبر و زاهد بی عمل. خب دینه برمیگرده به زاهد دیگه و ملک هم که واسه اون پادشاه هست. ملک به معنی پادشاهی سرزمین، یعنی لفظ یک، لفظ دو، نشر یک، نشر دو، یک لفظ و نشر مرتب داریم اینجا. بریم سراغ آقای کلیم کاشانی یا همون کلیم همدانی. میگه روز از برم چو رفتی، شب آمدی به خوابم. خب روز و شب تضاد مشخص. این است اگر کسی را عمری بود دوباره. حتی رفتی و آمدی هم میتونیم به عنوان تضاد فعلی در نظر بگیریم. بله چقدر قشنگ بود. میگه اگه کسی عمر دوباره بگیره، عمر دوباره یعنی این که روز از پیشم رفتی ولی شب اومدی تو خوابم، عمر دوباره بهم دادی. بیت بعدی میگه مرا نصیب غم آمد به شادی همه عالم. غم و شادی که تضاد مشخص، چرا که از همه عالم محبت تو گزیدم. مهرداد اوستا. چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش، هیچ دانا زین معما در جهان آگاه نیست. خب اینکه سقف بلند بوده و پر از نقش بوده، بعد ساده است. خیلی جالبه. حافظ میگه این سقف بلند ساده بسیار نقشه. انگار که مثلا بگم من یک پیرن ساده پر از گل منگلی پوشیدم، این پیرن هوایی ساده پوشیدم، امکان پذیر نیست. بعد میگه هیچ دانا زین معما در جهان آگاه نیست. یه تضاد خیلی ریزی هم اینجا میشه براش قائل شد. اینکه دانا آگاه نیست یه جورایی میتونه تناقض باشه. این هم از شعر زیبای حضرت حافظ. بریم سراغ بیت بعدی که میگه آب آتش فروز عشق آمد. آب و آتش که تضاد، آتش آب سوز عشق آمد. و اینکه آب سوز بودن آتش و آب آتش فروز بودنش تناقض هم دارن. علاوه بر اینکه تضاد بودن، واژه‌های آب و آتش تناقض هم دوتا داریم. آب آتش فروز و آتش آب سوز. سوال 4 میگه متن زیر از کتاب چرند و پرند دهخدا از نظر ویژگی‌های زبانی دوره بیداری بررسی کنید. باری چه درد سر بدهم؟ آنقدر گفت و گفت و گفت تا ما رو به این کار واداشت. حالا که میبیند آن روی کار بالاست، دست و پاشو گم کرده. تمام آن حرفا یادش رفته. تا یک فراش قرمز پوش میبینه دلش میتپه. تا به یک ژاندارم چشش میفته رنگش میپره. هی میگه امان از همنشین بد، یار بد بدتر بود از مار بد. واژه‌های عربی ناآشنا کمتر دیده میشه. واژه‌های بیگانه‌ای مثل ژاندارم که فرانسوی است، به معنی همون پلیس و نیرو انتظامی در آن دیده می‌شود. نثر ساده و قابل فهمه. جملات نسبت به گذشته کوتاه‌تر هستند. اینم از ویژگی‌های نثر دهخدا. بریم سراغ نمونه سوالات تکمیلی فصل دوم. سوال 1. در شعر زیر دو آرایه بدیع معنوی پیدا بکنید، بنویسید. قلقلی انداختی در شهر تهران ای قلم، خوش حمایت میکنی از شرع قرآن ای قلم. گشت از برق تو ظاهر نور ایمان ای قلم، مشکلات خلق گردد از تو آسان ای قلم.
نیستی آزاد در ایران ویران. ایران ویران ای قلم. در این شعر میتوان به آرایه‌های زیر اشاره کرد. مرات نظیر بین واژه‌های تهران و ایران، بین واژه‌های برق و نور، تضاد بین مشکل و آسان و تلمیح هم به شرایط، خیلی مهمه، تلمیح به شرایط تاریخی دوره‌ای خاص، یعنی الان نه اون موقع کاملا منظوره، و نبودن آزادی قلم در دوره استبداد اون موقع ها. سوال 2 رو ببینیم. لف در لغت به معنی پیچیدن و نشر به معنی گستردن. لف و نشر یکی از آرایه‌های حوزه بدیع معنوی است. اگر ارتباط لف‌ها با نشرها نامنظم باشه، لف و نشرمون مشوشه یا همون مشوش، نامرتبه. 5. متناقض نما در بیت زیر دیده بودیم دیگه. شرم سرافرازی، فلک در خاک می غلتید از شرم سرافرازی. اگر می دید معراج زپا افتادن ما را، معراج زپا افتادن. 2 تا تناقض. سوال 6. در بیت زیر 2 تا آرایه بدیع معنوی پیدا کنید، بنویسید. اگر دشنه دشمنان گردنیم، اگر خنجر دوستان گرده ایم. خب واژه‌های دوستان و دشمنان با هم دیگه تضادن. بین دشنه و خنجر که آلات جنگیدن هستن مرات نظیر وجود داره، حتی بین گردن و گرده. و بیت از آرایه موازنه برخوردار است که از جمله آرایه‌های بدیع لفظی به شمار می آید. موازنه یعنی که تعداد کلمات 2 تا مصرع با هم برابری بکنه و حتی یه دونشون آرایه متوازن، سجع متوازن اگه یادتون باشه، ما 3 نوع سجع داشتیم: متوازی، متوازن، مطرف. حتی یه دونشون دشنه و خنجر سجع متوازن داشته باشن، آرایه میشه موازنه. بقیهشون همه سجع متوازی دارن. این هم از سوال 6. 7 میگه گروه لف را در بیت زیر مشخص کنید. میگه من مکن از دیدن قد و رخ و چشمش، من انس به سر و گل و بادام گرفتم. یک لف و نشر مرتبی اینجا دیدیم. نشرارم که نشون دادیم، سر و گل و بادام. حتی اینجا میگه لفظ دوم نشر اول رو مشخص بکنید. سوال 9 میگه آرایه لف و نشر رو در بیت زیر بیابید و توضیح دهید. روی و چشمی دارم اندر، این هم دیده بودیم با هم، مهر او کین گوهر میریزد. و دوستان دستشون درد نکنه واسه ما اینجا زر رو اشو گذاشتن، ما اشتباه نکنیم. کین گوهر میریزد و گوهره برمیگرده به چشم، آن یکی زر میزند. روی برمیگرده به زر، لف و نشر نامرتب. سوال 10. آرایه لف و نشر رو پیدا بکنید، نوعش هم مشخص بکنید. با آنکه جیب و جام من از مال و می تهیست، پس لف و نشر مرتب داریم. ما را فراغتی است که جمشید جمع نداشت. کدام بیت تناقض داره اونو مشخص بکنید. الف میگه موجز خود رفته ای تیز خرامید و گفت هستم اگر میروم گر نروم نیستم. ب میگه ما با توییم و با تو نیم. چجوری با تو هستیم با تو نیستیم؟ و مشخص که پاسخ ب میشه دیگه. در حلقه این با تو و چون حلقه برداریم. 12 میگه در بیت زیر آرایه لف و نشر به کار رفته رو مشخص بکنید. لف اول نشر دوم کدومه؟ خب قبض و بست. قبض و بست به عنوان لف‌های 1 و 2 ما که الان لف 1 رو میخواد، یعنی واژه قبض رو میخواد و
نشر دوم رو هم میخواد. عشق را بر یک بساط گریه مینا نگر، خندیدن ساغر ببین. خب خندیدن ساغر برمیگرده به بست عشق، یعنی خندیدن ساغر میشه نشر دو مرتبط با بست عشق، بست انبساط. اون انقباضه برمیگرده به گریه، پس گریه میشه نشر یک، لف و نشرش مرتبه. پس وقتی لف اول رو میخواد یعنی قبض رو میخواد، نشر دوم رو میخواد، خندیدن ساغر رو میخواد. به این طریق سیزده میگه تناقض رو پیدا بکن. چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش؟ ساده بسیار نقش. 14 میگه در بیت زیر دو تا آرایه در حوزه بدیع معنوی پیدا بکنید. ریشه نخل کهنسال از جوان افسونتر است، بیشتر دلبستگی باشد به دنیا پیر را. خب آرایه اسلوب معادله زیبایی داره و یک مصرع مثالیه واسه اون یکی تضاد بین واژه‌های کهنسال و جوان یا پیر و جوان. رو اسلوب معادله هم قشنگ کار خواهیم کرد. در بیت زیر تناقض مشخص، علت تشخیصتون هم بنویسید. عجب مدار که در عین درد خاموشم، که درد یار پریچهر عین درمان است. درد عین درمانه. دو تا امر که ضد همن یه جا جمع شدن و این امکان پذیر نیست که درد مثل درمان باشه. بله به پایان رسید فصل دوم. فصل سیوم همچنان باقی است. شما رو به خدای بزرگ می سپارم تا درودی دیگر. به درود.